آقا اینجایی که ما هستیم مثل کاباره مثلا قدیمیه ولی مال مکزیکی هست. من آجی منیجر ماسیم میگه بعد سامیاره اونم سیکوریتی ماست. همه میان از اینجا میشینن میرن تا اونجا میرن اونور با زن و بچه‌شون. بعد اونجا موزیک و اینا این نصف اینور میشینن نصف هم اینور میشینن. خلوش 55 نفرن یعنی از اینجا میشینن میرن اونور اینجا میرن اونور. آمده سلطنتی اینجا برای خودمون با حاجی جون. حاجی فقط میخواد آبجو بزنه شیرمرد خودت اکرار حاجی. این پسره سمت راست من نشسته هرچی ما پول در آوردیم و ماشین و ساعت زندگی از اینه. این پسره این از بچگی پیش آرش کار میکرد. 12 سال پیش برای آرش ماشین میشست. الان منیجر کمپانیه. آره ماهی $50,000 در میاره بعضی ماه. ایران خوشگوش میخوردی با عرب. اینجا اویستر دارن اویستر میخورن و با عرب. اینا هم دارن نم میان. بعد همه اینو ببین این سمت راستیه که میگه 10 دقیقه میشم مینیبوس شلندر اومد. این سمت راستیه سرکله مازندرانی ها نره کله فرفوری. من میگم آرش حالا اینا که مکزیکی هم که میهدی چی کنو این چه میگه بچه معروف شاهی کنو. پاسبون هم اومد پاسبون. چطوره متی؟ همه اومدن یه بار دیگه هم میگیرم میگم الحمدلله ببینن دیگه فکر نکنیم ما قاشقچییم. اینا همه زن بچه کارن. بدبختی همه اینا خودشون شبیه کارگرن. همه‌شون جور سردسته. آخری لاکی لوک باشه. لاکی لوک بود. لاکی لوک خوششانس. واو این اویستر من خوشم نمی اومد. بعد دیدم همه میخورم منم خوردم خوشم اومد. خب اینجوری میکنی ببین میگه سلامتی جمع دوست خوره هم نانیه. دماغ باشه. I don't like oyster michelada. is great. I have heartburn. Oh yeah, because of michelada? Yeah. So if I drink oyster سامیا اگه خوشت میاد امکان همه رو بزن رو هم ولی نجو دیگه هورت بده بره پایین. هورت پکیج بام بوده. قبل عید قبل کریسمس مکزیکی ها اسپانیکا اینا کارمندایی که با همه کار میکنیم اسمای همه رو می‌نویسیم. من آرش همه امپلوی یعنی کارمند. اسمای همه رو توی یه چیزی می‌نویسیم میندازیم توی یه جا. بعد هر کی اسم هر کی رو که بگیره باید برای اون کادو بخره. خب بعد شام همه میان چیکار میکنن؟ بعد شام همه میان اسم یکی میگن. شانسی تا لحظه آخر کسی نمیدونه کی باید برای کی کادو بخره. هر کی بگیره خودش نگاه میکنه. مثلا من اولین نفر شروع میکنم مثلا برای آرش خریدم. آرش برگشتو میگیره برای این میگیره. حالا هر کی که بشه بعد کادوها رو میذارن اونجا کلش کادو میشه. بعد آخر سر مثلا 40-50 نفر همه اسم هم دیگه رو میگن هم دیگه رو بغل میکنن و اینا. آره هم دیگه رو بغل میکنن و تشکر میکنن. خیلی باحاله. ما همش میکنیم. الان داشتم با حاجی میگفتم که این 7مین سالیه که ما این کمپانی رو با حاجی شریکی داریم. قبلش داشتیم 3 سال پیش من کار میکردم شریک نبودم. اینجا رو سال 2016 باز کردیم. این 7مین سال کریسمس پارتیه. کریسمس پارتی اول 5 نفر بودیم ولی الان 50 نفره. گفتم کریسمس پارتی اول 5 نفر بودیم. حاجی میگه آره دیگه میگه راه که راست بری ته نره. حاجی همیشه صحبت سیخ بازیه فقط راست بازیه فقط. امسال 50 تا سال دیگه 60 تا همینجوری 500 تا. آقا
مال منو نیوردم، من یه بیر دیگه میخوام همه سلامتی بزنم. چیرز. وایسا هولا کسا بده دیگه میگویده همون با وایسا هولا. آقا چیرز آجی، چیرز تا بقیه بیان. چیرز گایز، چیرز. روی کام چیرز. این سیکوریتی ماست آجی، پیش ما کار میکنه، این 10 سال با ماست اینا. چیرز گایز. آقا سلامتی همه. این خارگوزه من به 10 تا آوجه بخورم. این مال منه، پارچه منه. این مال منه برادر، مال تو افتاده. اینم فکر کرد پوله میخواد مال ما رو بگیره. آقا ما 10-11 سال پیش که اومدم آمریکا روز چهارشنبه رسیدم. 11 شب حاجی اومد دنبالم فرودگاه. بعد ساعت 8 صبح اومدیم سر کار. ولی روز اول تو عمرم کار نکرده بودم. بعد یه جا هست که ما ماشین می‌خریدیم، اونها بود آکشن. یه آقای بود، یه بچه جنوب آبادان 20 سال برای حاجی اینا کار میکرد. این آقا مسئول یاد دادن من بود. معلم اول من تو آمریکا این بود. این آقا معلم اول من تو آمریکا بود. ماشین خریدن و زندگی رو ما از این آقا اسماعیل بارانی، بچه آبادانه، خانومش دکتر چشم پزشک، 30 سال آمریکاست. اسی هم همکار ماست. نفر اول بایر داداش تگزاسه. آره پزشک بوده ولی خودش حال نکرد اومد اسی اینا که دقیق بالا. آقا ولی کسایی که منو دوست دارین به جان قدیر راست میگم، من سخت ترین روزای آمریکا رو با این گذروندم. بهش میگفتم اسی پولدار میشم، میگفت وایسام پولدار که پولداره. گفت میری هالیوود. 9 سال پیش رو من گفت. امروز الان دوباره اینجایی. بغلی رو بپایین حاجی نیشخند. حالا میگم اسی که آبادانی جای خودش، حاجی هم جای خودش. این دو تا قایم شهری چی رسید اینجا من نمیدونم. نم دارم میان، میبینی؟ دارم میره اون طرف. حالا میان، الان بیشتر میشه. در هر شرایطی قدردان باش کسی که کمکت کرد، یادت نره. اگر پروردگار ببینه 1000 تا امثال این آدما بیشتر جلوی زندگیت میذاره. این قانون طبیعته. این یه کارمند دیگه ماست. استایل نگاه کن، گنگستر از فاگ. دارم بیشتر میشه. این پسره گردنکش بود جوونی. من دوباره بذاره اینجوری کنم دارم بیشتر میشه. یه منیجر ما اونور نشسته با اونا، این برم اینا هنوز نیومدن اون ته. دو هم دیگه اولوژ 55 نفر هم. آقا ما سالی یک بار همه ما، کل کارمندای ما با هم، خود من، یه شات تکیلا میزنیم به سلامتی اینکه سال دیگه همه در کنار هم باشیم. آقا چرز اینا همه سلامتی. چرز گای چرز. سالی یه بار یه شات همه با هم دیگه میزنیم. من فیلم میگیرم اینا همه میزنن. امسال شما با من بودین. فدای محبت شما، قلب شما، جبران کنم خوبی مردم شما با صفای مردم ایران. مکزیکی بازار شروع شد.
زندگی مال ایناست، هرچی صبح در میارم تا شب میخورم. حاجی آقا حسی هم مکزیکیه. I love you دادا. این دوتا کارمندای ما میخوام برقصن. این شوهر خالش اون خواهرزاده‌اش. کینگ کورت برقصه. حاجی باید بلند شی حاجی یه صحبتی یه لایف فردا شاید بذارم میخوام این روزای میخوام در مورد امشب صحبت بکنم که چی شد تا اینجا رسیدیم ما حاجی. جای شما خالی حاجی. اینی که دارم با شاد میزنم 5 سال از ساعت 9 صبح تا 5 غروب کار کردیم تا 10 شب به جان قدیر. از 9 صبح تا 10 شب مکزیکی بود. 5 سال این به من انگلیسی یاد داد، منیجر ماست. اندازه قدیر من اینو دوست دارم. این انگلیسی به من یاد داد، سیستم فایننس رو این به من یاد داد، اسی ماشین خریدن رو یاد داد، حاجی مایدار بودن و مایدار زندگی کردن رو. خودم هم خاک پای همه شما تا آخر عمر سپاسگزار کسایی که کمک کردن و شما که مغز منو سالم نگه می‌دارید. حاجی اینا ماهی $3000 هم در نمیارم ولی زندگی میکنم. زندگی آقا من برای اون خریدم آره بایستان، آره اونو برای اون خریدم. اسم منو مهدی برداشت، اینو برای من خرید. این بر بچرخون پسر شاه واک دمت گرم. I love you man. دمت گرم. آقا حاجارش اسمش در اومد برای منیجرمون بخره. عشق کلاس دیگه، یه کلاه خفن کابویی براش داشت. Hold on, I want to take a picture. Hold on. آقا چاکر آقایون، ما شام زدیم، تشکر کردم از همه، کادومو گرفتم. شانسی مهدی مال منو گرفت، آرش مال منیجر رو گرفت و اینا خیلی چسبید. و ماشین من اینجاست، ماشین حاجی هم اینجاست، ولی یه آقا اسمش بود آقای میلاد، یکی از دوستان همین، نمیشناسمش، یکی از همین عقابای سرسفید تیم ماست. دیدم زد که با ماشینت نرو. من کلید دادم به یکی از این دوستای من که اینجاست، گفتم آقا ماشین رو ببر خونه یا ببر نمایشگاه پارک کن، من دوشنبه میام. بعد 5 دقیقه دیگه کلید ازش گرفتم، گفتم نه رانندگی میکنم.
بعد یهو رفتم تو دایرکت دیدم یکی از همین دوستان فالوورها که نمیشه گفت برادرای من که نمیشناسم کیه، همینجوری یهو زد که داداش ماشین نبر، درایو نکن، با تاکسی برو، خطرناکه. احساس کردم که همون یه ساینه. بعد دیدم گفتم آقا مهدی من میبره اونجا پیاده میکنه خونه دوستم، بعد اونجا با اوبر من و دوستم میریم خونه. جی پی اس داری؟ پس یعنی چی آقا؟ یعنی من به این صدای این ساینی که از این انرژی و یونیورس به من اومد رسیدم. چون پلیس اگه من الان اینجا بخواد بگیره DWI به من میده. DWI یعنی درینکینگ درایوینگ بگیری تو آمریکا هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس من الان ماشین رو گذاشتم، آقا مهدی منو میبره، من با اوبر برمیگردم. کونی که دنبال دودول نمیگرده، هر دولی تیز بکنی تو اون کون نمیده. اون کونم کون داشت آیسانه. آقای میلاد من شما رو نمیشناسم، شما برادر من هستی، عقاب سرسفید هستی، اسکرین شات گذاشتم آیدی تو، نمیدونم کی، ولی حرف امشب تو، من به خاطر حرف امشب تو دارم میرم. یعنی شما پس ببینید من با شما چقدر کانکتم، عقابای سرسفید ایران. کل این 7 میلیون، کل اون 10 میلیونی که منو فالو نمیکنین و منو نگاه میکنین، برادر منین، رو هم میشین 16 میلیون. من با شما وصلم قلبی داداش. من از روز اول جنیوری که این اتفاقات افتاد پروردگار خواست که من قلب شما رو دست بزنم، در کنار هم هستیم تا امروز که آخرین روز بیسیکلی، یه هفته 2 هفته دیگه آخر ساله. یعنی شما کارمندای ما، همه رفیقای ما، همکارای ما هرچی داریم ونریم از این آدما بود که اینجا. آقا مهدی هم پیش ماست. آره منظورم که آقا مهدی و اون یکی آقای قایم شهری سامیار 3-4 ماه اومدن، ولی اون بقیه مثلا 7-8-10 سال. حالا منظور میگم دیگه، چه بهتر که بچه محل هم توش هست و اینو، هر چه داریم و نداریم قدردان شما مردم، هر انسانی که هست. چون من خودم درگیری من با خودم، با آدمای دیگه درگیری ندارم، با همه برادرم. جای شما خالی، امیدوارم پروردگار برای همه شما بسازه اون چیزی که لایقش هستیم. فقط دارم میگم داداش اعتقاد داشته باش به یک نفر، اونم خدا. خارکوسه بازی آدم در نیاره، به همه جا خواهد رسید، به همه جا، هر جا که فکرشو بکنید.